وایستیم قشنگ از وای میستی قرار آموزش شده بهشون دیگه اون سری اومده بودن سر جاده سه تا ایستادم بس 5 تومن بچه بخواییم پیاده شیم بعد باز کنیم بگیریم باز کنیم پیاده شیم بگیریم صبح بخیر بعد کنیم پیاده شدم بگیریم خیلی در تکون بازی که آخری بودم رفتن این از قبل بود آمدگیش داشت آره دیگه تو بخوای تو اینا رو آماده کنی بله مثل 7 شیرکش باید آماده باشی گرفتی گوه؟ چی نداره؟ دوربین نداره؟ چرا بینی نمیخواسته بیارده؟ مصطفی لنزش چیز نیست قبل نیست این چیز داره هلیشات داره هوات داره هلیچال داره هلیچال همه جا داره 50 جا تو مازندران هلیچال اینجا هلیچال داریم برای خیلی هلیچال سواد خوب مازندران هلیچال توکس توکچال هرس نیست نظر تو یا هست مگه میشه نباشه همه گشتی باریش هست هرس ملنگ گرگه چیه من دوربینم خوبه نزدیکینم خراب شد برم همه هست نه مراله ملنگی نیست سفید از همونجا در ما رو نگاه میکنه سبزش کنم زمستون سفیدش کنم کاور کنم پشتت پاتو بندازیم که قول بدیم میدر جولی اون خرزه دیگه این کلید رو بزن کنار بیا وسطیه دیگه بگی بچه شهر دیگه این کار رو بلد نیستش
آره آره خوشم نیست شوخه اون چه شاخه داره پشت اون چیزه شوخه داره آره انگار نه انگار همینجا همه روز با ماشین رد شدیم بعد باید ترنده براز ترکیب کنن حتی که برازش باشه نه دیگه ماره سریع شنید فکری رفتن اینجا میاد بالا جاشو گم نکن پیاده میشیم در لطفا آروم ببریم آره کابه حواست باشه صدا نره مسافرین محترم خیر سفرن کن آروم مسافرین محترم خیر سفرن برین و پلنج شما رو میخوره چه خطرناک شکمش پره گوسل پارساله دیر بدون آورد گوسلش فکر میکنی امسال اینقدر ریزه دیدارو شک کرد نه یه از ما رو دید و گوسالش نره آره
اون نرو پلنگ است، اون نرو پلنگ داره. او همون خرس بد اخلاقه. آره دیگه فکر میکنم میرسن تو جنگل. این خرس خیلی بد اخلاقه. چند بار به من حمله کرده این دنبال چی میگردی؟ من اینجا بیا دنبال من میگردی بیا اینجا قیافه که نگاه کن کدی جورت داری همین برانه جلو. این قدر کلم نداره ولی معلوم نمیکنه. نمیه که خیلی دل داره دوست داره آدم رو بخوره دنبال کنه. نمیه هم جسه زیاد چیز نیست. این اصل اینه. آره اصل کار رو داره. مثل تو چمنه؟ الان تو اون درخت های سمت راستش، سمت راست مرالا. الان این چمن آره یه دشت دیدی. آره منتهی سمت راست چند تا درخت خرس زیر همون درخت هست. چجوری میشه او رفت بالا دهنه این سرویس؟ 3 تا گونه بچه ها توی کارت داریم الان. یکی خرس، یکی مرال و بالا سرش هم گراس. یعنی هیچ جای تو ایران شما نمیتونی همچین تنوع زیستی رو ببینی. بی‌نظیره. و خرس هم دنبال راهیه که سمت بالا اگه بیاد بالا با مرال ادغام میشه. آره دنبال راهیه که بیاد بالا. هی بتونه. خرسه خود اومد پایینی بعد یه خود رفت بالایی. نمیدونم خودش چکار میکنه. ابر یوی نکردی ها 3 گونه با ابری که 4 گونه تا نگاه میکنه مرال سمت راستا. ببینی؟ یکی گرازه رو هم گرازه رم خورد. مرال هم آره فهمیدم. آره رم کردم دیگه فرار کردم گلهی گرفتم آمد داره میگیره روشنه. آره حالا ببینیم میاد تو دشت هرسه. آره خرس اومد. آره مراله هست ولی ها مراله سمت چپ هست. خرسه داره میره عقبی اونور. آره بیا شکار یاد بگیر. شاید علف نخوری تو. ازم بخاطر نشون بدم میگه که مرال هستن سمت چپ یه درخت بزرگه درسته؟ درست اینم مرال. برو اون خرس برو برگشته. آره او خرس داره میرسیم برای سمت مرال بالا.
اما که میپره آماده نشون فیلم گرفتیم بودش بیمار قراره خب بس احتمالا میشینه سر اینجا خوب خاموش خاموش این زاویه رو من عکس خوب بگیر کاوه فیلمم بگیر بدون ارزش فیلم بگیر فیلم ارزش داره با در باز خونم میره نظرتون با ماشین رو چیز نشد در رو داشته باش نخوره به مه هم اومد بالا کلید روشه روشه؟ نه رو قفل خراب شد کلید بد در میاد طرزش کردن